سلام به همگی. امروز نمیخوایم یه داستان معمولی تعریف کنیم. قراره با هم یه سفر واقعی رو شروع کنیم. سفری که از تاریک‌ترین نقطه شروع میشه و به روشن‌ترین قله‌ها میرسه. این داستان تبدیل شدن بزرگترین شکست‌های زندگی به قدرتمندترین نقاط قوت ماست. این روایت قهرمان‌های واقعیه. میخوام با یه سوال خیلی شخصی شروع کنم. تا حالا شده به نقطه‌ای برسی که حس کنی همه چیز تموم شده؟ اون لحظه‌ای که انگار زمین زیر پات خالی میشه، نفست سنگین میشه و یه سکوت کرکننده همه جا رو میگیره. اون لحظه‌ای که به خودت میگی این ته خطه. این حس رو میفهمم. این حس نقطه مشترک تمام قهرماناییه که هنوز داستانشون شروع نشده. اما امروز اینجام جا یه راز بزرگ رو بهت بگم. اون لحظه تاریک، اون حس به پایان رسیدن یه دروغ بزرگه. اون نقطه پایان داستان تو نیست، بلکه زادگاه قهرمان درون توه. دقیقاً همون جایی که آدمای معمولی میشکنن و تسلیم میشن، قهرمان‌ها از خاکستر خودشون دوباره متولد میشن. پس اگه الان توی اون نقطه ایستادی، بهت تبریک میگم، چون تو توی بهترین نقطه برای یه شروع حماسی قرار داری.